سلام، یوشیم. اپیزود 3 قبل خواب. اول اینکه داشتم این فیلم کردم این اپیزود حوصله ندارم کوتاه باشه و دیگه منطقیه دیگه. همیشه که قبل خواب 45 دقیقه مثلا فکر نمی کنید، 70 دقیقه فکر نمی کنید. 70 دقیقه چرا؟ 1 ساعت و 10 دقیقه. مثلا بعضی وقت ما خب 5 دقیقه فکر میکنیم. اصلا بعضی اپیزودا منطقیه که من حتی بخوابم وسطش دیگه، یعنی خوابم ببره. آره، حالا دیگه بزن بریم. به مناسبت اپیزود 3 بودن هم دیگه 3 تا شدیم دیگه. تدی رو هم برگردونم، الان 3 تا. و اینکه قسمت 2 اول اینکه من میکروفونه چه مریه شده بود، بعضی جاها صدا رو بد میگرفت. حالا خب همین قسمت رو بد گرفته باشه. الان تستش کردم، کابلش رو هر جوری خم و راست کردم، بازم مشکلی نداشت. ولی اون موقع خیلی تیکهاش صدا اصلا غیر واضح، واضح نبود. چی بودش تو قسمت قبل که گفتم این قسمت میگم؟ داشتم اینو میگفتم که وقتی آدما چیز مورد علاقه ندارن مجبور میشن دنبال روی ترندا باشن. توی این سناریو چی پیش میاد؟ مثلا کسی که شاید 10 سال پیش ماراتون شرکت میکرد و میدوید، میومد پیشت میشست میگفت سلام من میدوام، تو میگفتی چه باحال، داستان چیه، چه جوریه. ولی الان یکی بهت بگه من ماراتون میرم میدوام، بهش میگی خفه شو، مثلا ساکت لطفا. چون دیگه اینقدر زیاد تکرار شده. به قولی توی پادکست فوتبال 360 داشت میگفت هر چیزی که زیاد تکرار شه مبتذل میشه. دقیقا این هم همونه. یعنی تو وقتی چیز شخصی نداشته باشی همیشه پیرو چیزی هستی که ترند میشه و در آخر هم مبتذل میشه، که خیلی وقتا اکثرا به اون قسمت مبتذلیش میرسن حتی، یعنی اول داستان هم نمیگیرنش. و اینو زیاد داشتیم دیگه. از مثلا توی ورزش از بچگی من یادم یهو رضازاده میومد. حالا اون باز یه چیزی مثلا ملی میشه حسابش کرد، ولی بازم یهو رضازاده میومد، همه میشستن وزنه برداری میدن. یهو تیم والیبال قوی میشد، اصلا طرف نمیدونست تو والیبال زمینش چند به چند وامیستن بازی میکنن. بعد ولی در مورد والیبال حرف میزد، همه یهو والیبال میشدن. مثلا شما تا حالا چند نفر رو دیدید بیان در مورد شمشیر بازی المپیک حرف بزنن؟ و خب جالبه دیگه یه نفر بیاد در مورد شمشیر بازی مثلا که سیستم امتیازی چجوری حرف بزنه، خب باحاله، تو میشینی گوش میکنی. ولی وقتی همه دارن در مورد یه چیزی حرف بزنن دیگه دیوونه میشه دیگه، بس. و این تیکر رو نمیدونم توی اپیزود قبلی اومد صدام یا نه، داشتم در مورد این حرف زدم که وقتی که آدما چیز شخصی و مورد علاقه داشته باشن دیگه اون سیستم گله‌ایه کمتر تاثیر مخرب میذاره. وقتی گله به یه جا حمله میکنه میرن سمت ایست ترند، چون همون مسئله آدمای حرفه‌ای خودشو داره و آدما توی چیزای دیگه هم حرفه‌ای هن. این باعث میشه که اون چیزی که ترند میشه حتی پیشرفت بکنه. ولی توی ایران این مدلی، حالا چیزی که من دیدم، نمیدونم شاید همه جای دنیا همین باشه، این مسئله ترند به نابودی میره. یعنی همون داستان مبتذل میشه، انقدر تکرار میشه است. و مسئله بعدی، بریم سراغ قسمت 3، یعنی موضوع قسمت 3. آقا من چیزی که توی این 1 سال دقیقا خیلی بیشتر متوجه شدم این بودش که در مورد سن، من همیشه طبق حالا توی سن ما شاید بیشتر هم باشه، این آدم هایی رو میدیدیم که از راه های شاید خیلی هیجانی به موفقیت هایی میرسیدن که مال اون سن نبود. مثلا یه یوتیوبر میومد خیلی موفق میشد، خیلی پولدار میشد، خیلی معروف میشد، بعد از اون معروفیتش استفاده میکرد تو کارهای دیگه هم موفق میشد، مثل لوگان پال و جیک پال، مثالای خیلی خوبی هن. مستر بیست، اینا خب آدم هن دیگه، چیزای عجیب غریبی هم نیستن. تو وقتی میبینیشون خودتو باهاشون مقایسه میتونی بکنی. و توی این داستان من احساس میکنم آدما توقعشون از خودشون نسبت به سن اومده پایین و توقع رفته بالا. مثلا من خودم توی سن فکر میکردم 18 سالگی دیگه نصف تهران دیگه مال منه دیگه، حالا کلش نباشه نصفش مال منه. اصلا چه فکر خوزعبل، چه تخیل مزخرفیه.
تو وقتی که سرچ میکنی اوریج سن بیلیونرها مثلا بالای 60 واسط میاره و مارک زاکربرگ و ایلان ماسک و اینا که توی سن پایین مثلا میشه 30 خورده ای سالشون که بیلیونر شدن، یه چیز عجیب غریبی هن و کلا یه دونه مثلا چند تا ما داشتیم تو تاریخ. یا یه مثال دیگه که امشب سرچ کردم، میانگین سنی ازدواج موفق 28 تا 32 سه بود فکر کنم، البته این هوش مصنوعی گوگل بهم جواب داد. ولی خب اونم این نامعتبر نیست. چرا این کلمه‌های منفی رو من قاطی میکنم جدیدن؟ که خب آره مثلا ولی یه بچه 17 ساله خیلی وقت توقع داره با یک نفر که آشنا میشه مثلا تا ابد با همون آدم باشه و به این فکر نمیکنه که خب یه دلیلی داره اون سن 28 برای ازدواج موفق، مثلا یه دلیلی داره که طرف بعد 60 سالگی بیلیونر شده. دو تا چیزش خیلی واضحه، دو تا دلیلش. اولی این که باید تا اون موقع یاد بگیره برای اون کار پخته بشه. دومین مسئله این که جنبه اونو داشته باشه. خب قاعدتا یه بچه 20 ساله خیلی کمتر جنبه چند بیلیون دلار پول داره تا یه آدم 60 ساله. و من اینو خودم توی آدما میبینم که دلایلی که زود وامیدن اصلا همینه که نمیدونن طولانی همه چیز زمان میبره. تو اگه عجله داری واسه یه کاری خب اوکی توش بیشتر تلاش کن، ولی دلیل نمیشه چون تو عجله داری زودتر هم به نتیجه برسی. یه کاری اگه 1 سال انجام میشه 1 ساله تو به نتیجه باید برسی. و اگر کسی مثل اون کسی که اتریوم ساخته اسمش هم الان یادم نیست، یا همین اصلا مارک زاکربرگ و ایلان ماسک و اینا اگر زودتر تونستن به اون عددا برسن، اولا شانسش خیلی، یعنی شانسش خب وجود داره ولی خیلی پایینه. همون جیک پال، لوگان پال، کلا تو هر چیزی سرعت تولید الان این حالت ها شدش که یه چیزی خیلی پرنم به یه چیز دیگه. حتی همینم که گفتم احتمالا یاتاقان زدید. از اول درست بهتون بگم، انسان هایی که ما میبینیم مخصوصا جدیدن که خب اینترنت هم هست راحت تر میبینیم، انسان هایی که میبینیم توی سن پایین تر نسبت به سن اوریج به یک سری دستاوردها میرسن، همشون توی چیزای جدید بوده. برای مثال مارک زاکربرگ فیسبوک رو درست کرد. لوگان پال جز اولین یوتیوبرایی بودش که به اون موفقیت رسید. همیشه توی همه کار اولین بودن خب یه نکته خیلی مثبتیه. سرعت پیشرفت علم و همه چیزایی که ما باش سر و کار داریم تو طول روزمره هم داره بیشتر میشه و هر روز چیزای جدیدتری میاد، مثل NFT، کریپتو، سوشال مدیا که مارک زاکربرگ یه جورایی درست کرد، یا همین یوتیوبرایی که الان ما کلی میبینیم از ایرانی‌ها میخوان یوتیوبر بشن. خب یه سری آدما رو دیدن، اون آدما همه اینا چون اولین بودن تونستن اون موفقیت رو زودتر، اون دستاورده رو زودتر از سنی که همه رو حالت عادی یعنی میتونی بهش برسی رو برسن. و تو نباید توقع داشته باشی توی بتونی اون کار رو دوباره انجام بدی توی همون رشته، مخصوصا توی همون حوزه. و حتی اگه عجله هم داری باید اون عجله رو استفاده بکنی توی اینکه بیشتر براش تلاش کنی، نه اینکه توقع نتیجه گرفتن زودتر داشته باشی. حالا هر کسی یه هدفی داره. مثلا شما الان برید اوریج سنی کسایی که جایزه اسکار گرفتن واسه بازیگری رو نگاه کنی و عددشو نمیدونم ولی مطمئنا بالایی باید 30 باشه. بعد اونجا دیگه یه فرد 19 ساله میگه که ایول من مثلا 11 سال حداقل وقت دارم برای این مسئله و توی 11 سال اسکار گرفتن بدون شک خیلی آسون تره تا تو بخوای به این فکر کنی که من چجوری تو سریع ترین حالت ممکن اسکار بگیرم. اینجوری دیدگاه نسبت به سن و زمان باعث میشه که یکم واقع بینانه تر عمل کنی و درصد موفقیتت هم حتی بیشتر بشه. حالا از اون طرف این مسئله گولتون نزنه. یه چیزی که زیاد میگن این که سن یه عدده. خب این دروغ آقا، سن یه عدد نیست. یعنی فقط یه عددی که بنویسن خیلی معنی داره. برای مثال تو اگه یه آدمی ببینی که 25 سالشه و دستاوردهاش بیشتر از یک انسان 25 ساله دیگه بوده، خب اون مفیدتر استفاده کرده از 25 سال زندگیش. اما لزوما اینم دلیل نمیشه اگه یک 25 سال دستاوردهایی داره که یک 25 ساله دیگه نداره اون بهتر از اون باشه.
شاید اون آدم 25 ساله‌ای که دستاورد نداره توی 30 سالگیش 10 برابر 30 سالگی اون اولیه دستاورد داشته باشه. یعنی این مسئله این مدل نیستش که تا ابد پیش بره، اونی که بهتر بمونه. اونجوری مثلا از 25 تا 30 سالگیش رو اون آدم شخص دومیه بهتر از نفر اول تونسته زندگی بکنه. پس این سنی عددم خیلی طرف کسشریه. چون مثلا داریم دیگه خیلی وقتا آدمایی رو میبینیم که سنشون زیاده و یه سری اصلا باورها و رفتارهای عجیب غریبی دارن که میگی چه جوری این تا این سن هنوز این شکلیه. خب درست شو. و از اون طرف خیلی آدمایی میبینیم تو سن پایین که حال کردی با طرف، اصلا تو این سن چه باشعوره، تو این سن چه آدم مثلا پریه. و این یه نکته سوم هم در مورد سن، خب از نسل پیرتر، نسل بزرگ سال نسبت به جوان، چه قدیم چه الان چه آینده، یعنی چه اگه 10 سالته داری اینو میبینی 20 سال دیگه، چه اگه 20 سالته داری اینو میبینی 10 سال دیگه، چه اگه همین الان 30-40 سالته، چه 50-60 سالته. آقا این جمله مزخرف بیشتر از سنت میفهمی رو نگین انقدر. اصلا مگه میشه کسی بیشتر از سنش بفهمه؟ آدما تو همه سن‌ها خب متفاوتن، یعنی 1000 تا 25 ساله رو ردیف کنی خیلی متفاوتن از هم دیگه، 1000 تا 40 ساله هم ردیف کنی از هم دیگه متفاوتن، یعنی توشون بالا پایین پیدا میکنی. اما این جمله بیشتر از سنت میفهمی رو نمیدونم، فکر کنم همه نسل‌ها شنیده باشن. چرا؟ چون که من خب سال 81 به دنیا اومدم، وقتی که یادم گوشی بوده. خب پس من با تکنولوژی خیلی راحت تر کار میکنم نسبت به یه آدمی که 20 سال اول زندگیش گوشی ندیده، یعنی مثلا وجود نداشت. بعد اون آدم الان سنش رفته بالا، منی که 20 سالمه رو داره میبینه که از وقتی چشم کردم گوشی دستم بوده و فکر میکنه من خیلی بیشتر میفهمم. نه، همه 20 ساله های سال 2025 بیشتر از 20 ساله های 2005 میفهمن. و این یه چیز طبیعیه، چون اون مقدار اطلاعاتی که وارد مغزشون توی سنهای پایین تر شده بیشتر بوده و چیزایی بوده که نوتره. بدون شک الان نسل ما شاید کمتر در مورد وسایل مکانیکی بدونه، چون کمتر باش سر و کار داشتیم، ولی با نرم افزارهای کامپیوتری شاید راحت‌تر کار کنیم. نه ما پیشرفته تریم نسبت به قدیمی ها، نه قدیمی ها پیشرفته ترن چون اون وسیله مکانیکی ها رو بلدن ما بلد نباشیم. این برمیگرده به این تفاوته. و من خیلی آدم ها رو دیدم، خیلی بچه ها رو دیدم که به خاطر این حرف بیشتر از سنت میفهمیه، آدمایی که شاید درست فکر نکنن، نمیخوام بگم احمق شاید نه، ولی آدمایی که درست فکر نمیکنن و نمیفهمن دارن چی میگن، با گفتن این جمله‌ای که بیشتر از سنت میفهمی یه ظلم بزرگی به نظرم به آدما میکنن. چون اون بچه خب اونو میشنوه، دقیقاً یه آدمی هم که توی اون سنی که اینو میشنوه توی مثلا 40 سالگی به کسی نمیگه تو بیشتر از سنت بفهمی. معمولا خب زیر 20 اینا باید بشه. اون آدم یه جوگیر میشه، یه سری رفتارایی میکنه، یه سری فکرایی میکنه که کلا امکان داره زندگیشو به هم بریزه. و آره خلاصی که امشب گفتم سری میخوام تمامش کنم. برنامه همینه، یهو میام یه شب 2 ساعت حرف میزنم، یه شب میام 10 دقیقه حرف میزنم میرم. اما خلاصش این که عجله نداشته باشید، برید واقعا اینو هر کاری که به نظرم تو زندگیتون میخواید بکنید، چه از گفتم ازدواج، وقتی یه دختر یا سیبیلی رو میبینید توی 16 سالگی فکر نکنید که تا ابد با همینم، بابا 100 تا بعد از اینم میره میاد. یا اگر توی کسب و کارتون توی همون 16 سالگی یا خواستی کسب و کار را بندازید شکست خوردی، به این فکر نکن که بابا نابود شدم من دیگه نباید کسب و کار را بندازم. و یارو تا 60 سالگی داشته تر میزده، بعدش یهو بیلیونر شده. و این یهو این مدلی نیستش که فکر کنید شانس بوده. این آدم اینقدر کرده که تا به اون بلوغه رسیده، به اون پختگی رسیده که بتونه اون کار رو انجام بده. در واقع باید یاد بگیرید که هر
کاری رو تا یه سنی داره که شما باید تا اون سن فقط یاد بگیرید توش، برید شکست بخورید یاد بگیرید. نه از قصد با کله برید شکست بخورید، مثلا نگید برم ایول مواد بزنم تا 25 سالگی باید تو مواد شکست بخورم تا یاد بگیرم، اونجوری خب دیگه احمقید. ولی دیگه اون زمانه رو هم باید بهش بدین که پخته بشید توی اون مسئله. و دومی که سن فقط یه عدد نیست به نظرم، برای شناسایی این که آدم ها توی اون مقدار سال از زندگیشون چی کارا کردن، چطور آدمی بودن. یه دلیلی که من همیشه با کنکور مشکل داشتم همین بود که تو مجبور میشدی یه سنی که خیلی مفید بود، میتونستی چیزای مفید یاد بگیری توی زندگیت واسه زندگی کردن، مجبور میشدی اختصاص بدی به یه چیز درس. و همیشه مشکلش خیلی تک بودی بود. و به نظرم باید تا هر سنی حواست باشه که نه اینکه جا نمونی، ولی یهو به خودت نهی ببینی 4 سال از زندگی تو پای یه چیزی تلف کردی که همونم ارزششو نداشته. و سومی مثلا جوونا، اگه کسی بهتون گفت بیشتر از سنت میفهمی، بهش بگید تو نمیفهمی و نسل شما نمیفهمیده، همونطوری که نسل ما چیزایی که شاید شما میفهمیدید و نفهمه. و این لزوما به معنی که من بیشتر از سنم میفهمم نیست. و دیگه همین. تدی باهاتون خدافزی میکنه. این دوستمون بی اعصاب خدافزی نمیکنه. امیدوارم که خوب بخوابید. و آهنگ آماده نکردم برای اینکه بهتون پیشنهاد بدم، ولی آهنگ که این مدت خیلی خودم گوش دادم پس میگیرم از پویان اردلان، از خود ویکند خفن تره. اونو برید بشنوید. و اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودید خیلی ممنون، دمتون گرم. نظرتون رو کامنت کنید، لایک دوست داشتید بکنید، چنل منو سابسکرایب کنید. دیگه چیزی ندارم. خدا نگهدار.